خوبی ها نمی خلاش دام کردگی ای بی بچه کم تاخیر تلفن قبول کی بتوی ترمی سلام تلفن. علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام. ساز تهجی خوبی هستن های؟ اطلاع اوف چند پول درآمد میاره با کیسه بودجه اویلوی؟ آجا یه دقیقه بیز همه جا میریم گیجا علاف خوردم ایدهی میره و خیه دقیقه بیز همو زنه که برو اومد اولا دروغ میگه که گویا که محترم پیشوای ملت گفته باشه که مردم گوسپندن و فلان و بشواش بی بره بی دروغ بانورامو میگه. مرا گوشتی. گوش که بیز اگر حق میگه پس ببرن نومی همو روسی را که رفته در خونش کار کس بگه مشکلی نیست. من میرم همون روغون نام‌های همون انژینرها و نام‌های اول همش هستن اطلاع میبینیم که راست میگه یا دروغ. اطلاع انجینر یا طرف ما امروز موضوع ما در برای زندان است. خود هم چه یک خب زندان شده هم چه ربوده شده هم تو جبر دیده باید چیکار کنی از در آزادی بگردی پول بتی بلیسی چیکار کنی باید ما الحمدلله انا ندیت خیل تحقیر میکنی خیل لیسیدی از زندانی ورشو آزاد شدی ما یکان جو زندان نشیدم. در کذاتت که میگی چند روز در ما سرحد زندان جنایت کردی جنایت کردی آدم غیر قانونی گفتی میگذرونم پول گرفتی خیانت کردی و همون دولت که ترا پناهندگی داده است بردن زندانت کردن. ما را گوش که اگر ایمان همون انسان ای کافر باشه که همین کارا ما کرده باشه و برای چی محکمت کردن در سرحدی برای که اونم جناب عالی پیشوای ملت در اینجا روان کردگی است که من جنایتکارم و ایگیل سر کار چی با دیگر رو نکردن ترا کردن نمینه؟ دل روی کرده است در همینجا دل روی کرده است پروست این گم نبود اگر نه او گفایی که در زلو گفتن دروغ بود نسبت در گروه بیشتر بودن میگم یو همش گپ بود یعنی گپایی اعتراف خودی سهراب ظفر هم دروغ بود که ترا از گروه خارج کرده بودن. اگر همین گپ باشه اگر همین سهراب ظفر هم اگر همین گپ گفته باشه نشه دروغ گفته پس نشید شما همین همه دروغگوین کمی اگر گفته باشه دروغ گفته انا که آیت الله اوف چند سم درآمد میاره ما یک اوف چند میلیون درآمد میاره اوف یگان سم درآمد نمیاره بلکه اشک مادرای تاجیک اشک شادیشون هم میرسونه. بگو که ایمان کم دروغ میگه ایمان شک کافر بگیره پول نمیتن نمیبروی نمی آدمای اف دولده پول نمیتن ایمان شای کافر دروغ گوره گوش که من در عموم گفته نمیتونم کلمه دروغ میگه ایمانش از کافر سالی که گذشته بود انا یک سال پیش بود والله الان 2 سال پیش بود یک بچه تقوی خودم خیلی تقوی دورتره بچه تقوی خودم با خدا قسم با نام الله قسم با نارکوتیک شتگی بود آزاد شد برامد برفت به هیچی بانقات نارکوتیک با خدا قسم به هیچی آزاد شد برامد برفت یک صغیره که 2 بار شتگی فهمیدی یک صغیره بگیم همون ده تقوی مونه از زن گرفته از زده بروورده است پرتفته هستش همه 2 بار 6 همون افده به هیچی برامد من بودش حتی خودشه گفتم که انا یکون سوم دادی برووردش گفت من دیوانه ایم سومتی میام برورم به سوم برامد آدمایی که گفته ایستادن که مثال $8,000 $10,000 $7,000 $9,000 داده در اف تغری کده برووردن بگیم شناساشونه همه چیزا دروغ است میگه که برادر اصلا یک گپ میگونده شاید در موبایل کلاب ها باشن ولی بس گوش که من قبول ادای توخیره بگم شاید در موبایل کلاب ها باشن که از همین اوف سوء استفاده کنن برای همه معلومه که دزدها و این بعضی جنایت هایی که هستن در همین اوف میغلطن فهمیدی انا شاید کلاب های پیدا شوند در بین مردم دیگر او جنایت که از نکرد از او فرزنده برای همون مادر پدر گوش که برای مادر پدر برای مادر به توخیره گپ برای مادر پدر عزیز است میرم من میگه که خیلی شینوز دارم فلان دارم بیسمدان دارم بچه تر یا دختر تر در اوف میغلطونم پولم بده پول میگیره همچنانه که همین روز من در شبکه اینترنتی دیدم میرزای سلیمکور چوب کرده است که انا 4 نفر با
قلابی، یعنی که با ویزای دروغی سال 2020 یک شهروند فریب کرده از گرفته است برای ویزا برای طرف اروپا رفتن $4,500 یا $5,000. همین خیلی قلابا در تمام دنیا هستند. چی در درین روسیه؟ من در درین روسیه در زندان نشستگی بودم، از درین زندان مردم فهم میکردن پول میگرفتن. این خیلی قلاب، اصلا همین قلاب ها در هم دری شما هستن. آیت‌الله یعنی که این چیزی هست که رد میکنه که حکومت یعنی که اوفا بیزنس نمیکنه. مطرح میگم که من زندانی داشتم، من خیش توارم بود، قسم در عموم قسم نمیخورم برای که نمیدونم در عموم، اما چیزی که بچه‌اش میخوادم میگم به آزاد برو. من چی با اینقدر زندان اوفا میشود، چی با زندان خالی نمیشود؟ یعنی همین تو گوش برادر یک سوالت میتیم، یک سوالت میتیم. همین سالی گذشته بود اوشید با فیلم والله عالم یا که پیجای سال بود، تمام همون بچه‌ای که 307 خطیب بودن، از اون جمله سلیمان دولتov، از اون جمله جمشید شریفov، از اون جمله هم بچه‌های گروه بسیار که امروز هم فعالیت دارن در گروه تروریستی و اکستریمیستی، هوایی اوف شدن. از هوایی یگون کسون گرفت. اگر که اولی گوش کن، اگر اوف پلاکی میشید از اونه که اون 200-300 نفر و 50 نفر را که اوف کردن در اوف قلدوندن او هم میفروختن. اگر با گفت $10,000 اوجه همون 100 نفرش خودش یک قیامتسون میشوه. میفهمی همیتره اون شما را بهوده اوف نمیکردن، همون میفروختن. از این برمیان که اوف ده اوجه دیگه نمیکنن، تا استانه ویتو اویتلایی تو فلانی نگه نمیکنن. بیا من نام تعلیش میکنم و زمیده چی با؟ بچه بگمود مینویسن. تو از خدا نمیترسی؟ ریش مونده خداوند در قرآن میگه که من میگه انسان در بهترین حالت خلق کردم. شما ادعا میکنی مسلمانه میگه که از اسلام. اصلا تو اصلا گوش کن، اصلا تو هم بنایی که من اصلا خفا نیستم. چی با بگو؟ سوال افته چی با بگو؟ بگو خیلی سوال افته. در داری در کانالی زلو، در کانالی نوی تاجیکستان دو بود و علا علمی گروه بسیار بود گشتی گفتی من میخوام در تاجیکستان تو آزاد باشن. داری همین گفت گفته بودی زب صدا رو گفتی همون همه گفتی تو آزادی کو؟ نه گوش که تو گفتی که من میخوام که آزاد باشن. همین گفت تو گفتی این همی تو آزادی. تو گفتی که در دولت ما گوش که تو گفتی که در دولت تاجیکستان آزاد نیستن. من میخوام یه دموکراتی. تو آزاد نبودی نه آزاد گشته سیاسی. تو گوش که تو گفتی که در دولت تاجیکستان آزاد نیستن، تأخیر میشن، فلان میشن، بسمدون میشن. انا تو خودت گفتی که من میخوام یه دموکراتی بسازم آزاد باشن. من نمیخوام بازی سوخته است. اینا تو آزادی مثال گیریم. نه حالا گوش که چی نگه که ما بچه اسلامی الحمدلله و خطیب محمدین کبیری، حالا گوش که خطیب محمدین کبیری اگر صحبت کردم آشکارا در ایپیر گفتم که من شریعت از همه چیز بالا میدونم. گوش که از دموکراسی و از دیگر چیز نه که تو نشید گفتی که من میخوام در دولت مقصد بسازم که آزاد باشن. گفتی همین که گفتی زنش نشید اطلاع همون خود دینامی آزادی ما همون طرفداری کردیم که زنش تو خود حالا گوش که سقیره زنش تو خود آزادی بعد دیوم یک نشانه که خودت گفتی دویم نشانه که در دولت که همین مخنثا آزادن توی برادر من الحمدلله در دولتم که 5 وقت مسجدم در پیش من نماز من میخونم فهمیدی و الحمدلله که مثلا تجارت من میکنم کسی به من کار نداره. فهمیدی برادر عزیز؟ فهمیدی برادر جان؟ چه کردی خیرت کردی بو؟ نه ایشالله که من گفتم آیت‌الله نام تعلیش کنم برای که اصلا هر کاری میکنی که من عزت از الله میدونم. فهمیدی؟ من جز الله گوش که من جز الله دیگه درگاه عزت نمیطلبم. اگر تا هر چی نمینیزی الحمدلله من عزت ندارم. فقط کلاد نتوه رنگی هم کلاد بگمود بوری دیگه خیلی میبینیم.
مجبوریم ما بچه بیگمود بنویسیم چیکار کنیم و دورتر بیسیم یعنی که گوش کن تو میگوی که مقصد که باید در تاجیکستان همه آزاد باشه همدیگری تأخیر نکنیم درست؟ حالا درست تو مادر من را بکدم گوش که مادر پدر من را تو بکدم انا اخلاق انسانی تأخیر کردی مگر مادر پدر من بگمودن نه حالا تو امروز دفاع میگوی گوش که تو امروز دفاع میگوی از ملت تاجیک مگر مادر پدر من شهروند تاجیکستان هستن مگر مادر پدر من در دولت آینده که شما میخواهی بکنه قدر ندارن پس شما از طالبان گوش که پس معلومه میشه شما از طالبان یگان فرقیتی نداره پس میشه او گپایی که شما میگه دروغ هستن فهمیدی میل داشت من قطعی شما اختلاف دارم من قطعی شما اختلافی نظر دارم من شما را دشمن میدونم شما مرا دشمن اما مادر پدری من را تو چی باید تأخیر منی من مادر پدرت را تأخیر کردم مادر پدرت بجای مادر پدر را بس که رنگ دخترکوی که کار کردی این حالیش من کار نکردم گوش که من کار نکردم گوش که من اخلاق شما را برای ملت نشون دادم که شما نفرای هستی گوش که شما نفرای هستی در شکلی که امروز مردم افغانستان گفتن که طالبان داماد نگیره بمبری سرم در بالامون من گوش که شما نفرای هستی گوش که مال گوش که اصلا شما نفرای هستی ولی رای نگاه قرآن کافرش گفتی زنش فلان گفتی دختراش گفتی فلان هستن داماداش دهیوس هستن بیار زب نه که نوارد زب سنه وارد چی زب سنه تونسه وارد چی انا گوش که حال بید گپا دیگه سونت جورا تو شما شخصای هسته که چگونه که امروز ملت افغانستان در افغانستان دعوا دارن که طالبان یک گپ میگن مردم کشته سیان وعدهشون در پیش آینه نیاگون دیگه است مردم زیر بمب بود زنش شما نفرای هسته که گوش که شما نفرای هسته که مردم دعوا میکنه که ما حقوق شما را دفاع میکنیم فلان زنش شما خودتون قاتل مردم هست شما خودتون حقوق شهروندان را این نوشا این چی تربیه است کمتر نفس کردی آخه من نفس ما میگیرم لیکن تو کی هستی که گوش که تو کی هستی که پدر مادر کی حقوق داده است که پدر مادر من را تأخیر کرد اما میبخشی برای یک شوخی کردگی میبخشی چی مطلب بخشم تو کی که مطلب بخشم تو برای پدر مادر من افیسل بخشش بس برای اینا ما پدر مادرت بخشش بس پس یعنی که معلوم میشه که شما چیزی که به زبان میگه به عمل اون را تطبیق نمیکنید درست؟ خوب پدر مادر فیرات که بخشش بستم که همین بچه بخشش پدر مادر ما فیرات کنم تو اگر که عملا تصدیق میکردی یه بچه نه رد بخدو که هیچ تربیه های آخه تو کی تری نبودی که گوش که آدم یک عربا یک مقول دارنده کما تدین و تدان چگونه که رفتار کردی یا قرض دادی هم که میگیری فهمیدی؟ چگونه که تو رفتار کردی تو به تربیتی رفتار کردی به اخلاقی رفتار کردی تو صدقه تربیت نه صدقه اخلاق نه صدقه آدمگریت نه صدقه انسانگریت نه اصلا تو یک نباشی بیا زب سمونم من هوا کم نمیزنم که نخود تو هم این آواز تو گفتی که تحقیر نکه بخود مرا تحقیر بود من تأخیر نکنم زب سبمونم که تو خیزی گفتی که مقصد که من میخوام در توش آزاد باشم همین ملو بچه گوش که ملو بچه میگه میخوام که ملو بچه آزاد باشه دیسکمن میگه میخوام دیسکمن آزاد باشه کنده میگه میخوام بمونم زبشه زبسز دزیلو هست همه میمونمش گوش که بمونمش خدا نکنی این همین تو ها بگو 10 منوت وقت بده تو ما را گفتی که من میمونم مایلی تو چی میمونی برای زبشمونی تو گوش که برای که خدا اعلام کنی همون خیلی شست تو بگو که اطلاع برادر وقتی برنامه بود چی اصلا زبشت از آینده دیگه بگی بیا جورن مایلی وقتا اعلام یه برد شنبه را تماشا که صدقه
هم خیلی شنبه کنه یه بار تماشا که شنبه را دیدی چخیل محترم رئیس شهر محترم رستم امامعلی چخیل آبادی کرده است در نیم شب ساعت تو رستم 4 امامعلی تکم اومدن دوشنبه جزیر بود. لبای تو رستم امامعلی اومدن دوشنبه جزیر بود. این قدر آباد نبود آباد چیزی بود اما این قدر آباد نبود وقتی که رستم امامعلی رئیس شهر شاه پسر رئیس شهر چیکار کرد رستم امامعلی چیکار کرد در همون شهر چیکار کرد با دستور و هدایتاش همه جا سبز و گل گلزار جای به هیچ خدا تو حیوانی سبزه میخوری خیلی من حیرانم تو گوی اگر نه خداوند تحقیم میده خداوند میگه که جنت میگه جای گل گلزار است تو زنش جنت رو آمدنی نیستی سلمان دوست خطیده برای گفت باشید میستوی تجیه میدونم کی یا دیونایی کلا دم کردگی ببار کرد فقط هم امروی خدا جان تبگیر بعد در واتساپ های در وایبر های زنگ بزنید یا در مسنج برو بعد صحبت میکنیم خیلی راستی ویاتلو دوست ما است بگیم که ویاتلو هرچند که نمیتاری گپ هم میزنه خیلی که میفهمین در تاجیکستان است باید گپ زنه ویاتلو قطعی بسیار یک 2 سال 3 سال فقط در علاقه شب و روز بگیم قطعی ویاتلو بدیم بسیار بچه خوب است بسیار گپ میزنی یگان چی میکنی همون کلاش دم کدگی کلاش رنگ کلا بگمات بوری یعنی نیکی خودش بچه سوزه بهرام بعد ویاتلو میبرویم مسیج دل با صحبت میکنیم دوستای عزیزم برادرام امروزه موضوع ما راستی موضوعی بگیم که زندان بود درباره زندان گپ زدیم زندان یک بیزنس شدگی است یعنی که تاجیکستانی یک تاور شدگی است میقفا میبره ای در مدرو را ای در دیگری میفروشه موشون وقتون هم شاید دمو خیلی انتظاری کشیدیم که آدمای میبروین درباره زندانی دارن گپ میزنن اما متاسفانه بگیم که نمرومدن به هر حال این از ساعت 3 ساعت هم شد صحبت داریم دیری بعد هم شد کمی که подписаться نکرده است در کانال подписаться کنین فکر نظراتتون بنویسین انا لایک مونین خیلی اختیاراتتون اگر که زور کردن یا چی شدیم حتما پدیلیت کنین دیگر انسان ها هم این نوارو را ببینن و بخط به خلاصه نشکر کنن بیوین باقی تو هفته آینده هموطنان عزیزم خدا نگهبانتون حتما برنامه شنیدن که باید مانند دیدن در این کانال هست در اومده تماشا کنین ببینین حتما و بگیم که بهای خطونه بتین آیا ما دوام بتیم یا که نتیم سلامت سربلند خانه و بود باشین هموطنان عزیزم